برادری که فرمودن که اینها محکوم کردن حمله موشکی، ببینید اصلا در دین اینها، در دین شیعه اثناعشری، اینا اعتقادی به کعبه‌ای که فعلا مسلمانان در اینجا دارن ندارند. اعتقاد به این قبله، من عوام شیعه ناراحت بشن نه 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 ما این اعتقاد نداریم، ما کعبه رو دوست داریم. منظور من عوام شیعه نیست، شماها فریب خوردید، فریب این آخوندان. من در مورد دین دارم صحبت میکنم. وقتی که من میگم در اینها قائل به تحریف قرآن هستن، منظور من عوام شیعه نیست. من بارها گفتم برادران و خواهران عامه شیعه از صمیم قلبشون اهل بیت دوست دارن، فریب خوردن، فریب این آخوندهای دجال رو خوردن. آنچه که در پشت پرده وجود داره چیز دیگه است، حقیقت را از شماها پنهان میکنن. الان من این مطلب رو نشون بدم در کتاب الغیبه از ابو جعفر توسی. در اینجا یک مطلبی است، احمد جان اگر این مطلب رو نشون بدی. اینجا عبدالرحمن از ابی حمزه، از ابی بصیر، از ابی عبدالله، امام جعفر صادق گفته القائم یهدم المسجد الحرام حتی یرده الى اساسی. امام زمان مسجد الحرام خراب میکنه تا که به اصلش برگردونه، و مسجد رسول صلی الله علیه و سلم الی اساسی، مسجد پیامبر هم به اساسش برمیگردونه. و یرد البیت الی موضعه، خانه رو به جایگاه اصلیش برمیگردونه، خانه کعبه رو. و اقامه علی اساسی، بنیانش میکنه دوباره بر اساسش. و قطع عید بنی شیبه السراق و علق علی الکعبه، دست بنی شیبه رو قطع میکنه. بنی شیبه یکی از قبایل معروف قریش هست که فعلا در مکه مکرمه از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم پردهدار کعبه هستن. اینها رو میگه دستانشون رو قطع میکنه و در پرده کعبه آویزان میکنه. اینا بعد مردم میگن که داعش داره جنایت میکنه. این داعشی حقیقی، امام داعشی حقیقی امام زمان این هست. بعد اومدن چی گفتن؟ نخیر، شبکه‌های وهابی دارن دروغ میبندن به امام زمان و به کتاب‌های ما. این که گفته یرده الی اساسه، منظور است که کعبه رو دوباره مثل همون زمان پیامبر، زمان قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم میسازن. استنادشون هم به حدیث حضرت عایشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون فرمودن که اگر قوم تو تازه مسلمان نمی بودن، کعبه رو بر اساس ابراهیم علیه السلام که ساخته بود میساختن. و جریان طولانی است که این قسمت یک بریدگی که هست، این قسمت رو میگن که جزء کعبه نیست و قریش چون پولشون پول حلالی که جمع کرده بودن کفاف نداد و خانه رو به همین اندازه ساختن و این مونده و داستان طویل و عریض داره. اما وقتی که این حرف رو زدن، ما گفتیم واقعا اگر اینطوری باشه که نورون علی نور، ما هیچ دشمنی با اینها نداریم. رفتیم تو کتابا اینو در این مورد بحث کردیم، جستجو کردیم. نتیجه چیز دیگه بود. یعنی اینها مسجد حرام و قبله رو برمیگردونن به کوفه، یرده الی اساسه الی موضعه، که در اون روایت اولی اومده بود که اینها رد کردن. مطلب چیز دیگه است. کتاب الوافیشون رو رفتیم دیدیم از فیض کاشانی، اینم شناسنامش، اینم این کتاب در جلد 14 در صفحه 1447 در روایت 14502 در این باب روایت 23 در اینجا مطلبی هست که من خدمت شما عزیزان میخونم. خلاصه در اینجا از امیر مومنان علیه السلام که در مسجد کوفه سخنرانی کرده، گفته که یا اهل کوفه لقد حباکم الله عز وجل بما لم يحب به احدا، خداوند شما را دوست داره که هیچ کسی رو مثل شما دوست نداره. من و از فضل الله چی است که مصلاکم بیت آدم و بیت نوح و بیت ادریس و مصلا ابراهیم الخلیل و مصلا اخی الخضر علیه السلام علیهم السلام. شما فضایل شما این است که این مسجد کوفه‌ای که اونجا درست شده، این مصلای آدم و بیت نوح و خانه ادریس و مصلای ابراهیم خلیل و مصلای خضر علیهم السلام بوده. و مصلای من علی ابن ابی طالب، بین مسجدکم هذا لاحد الاربع المساجد التي اختارها الله تعالی لاهلها. این مسجد شما یکی از مساجد چهارگانه است که الله سبحانه و تعالی این رو برگزیده. و کأنی به قد اوتی یوم القیامت فی ثوبین ابیضین
یتشبه بالمحرم و یشفع لاهلی. من انگار دارم میبینم که روز قیامت احرام میزنه، یعنی این به اصطلاح یک نوع حکایت از این است که مردم به اون طرف حج میکنن در زمان امام زمان. حالا ادامه روایت خیلی جالب است. ولا تذهب الایام واللیالی، شب و روز نمیگذره مگر اینکه حتی ینسب الحجر الاسود فیه، که تا اینکه حجر الاسود در اینجا نصب میشه. ما در تاریخ اسلام قرمطی ها رو داریم. ابو طاهر قرمطی اومد مکه رو گرفت، حجر الاسود از اینجا کند، یک کعبه جدیدی در احسا، در منطقه که در اونجا حکومت میکردن، در اونجا نصب کردن حجر الاسود رو، کعبه ای ساختن، مردم رو به حج کردن به اونجا دعوت میکردن. بیش از 30,000 از حجاج رو قتل عام کردن، اجساد اونها رو در چای زمزم انداختن، چای زمزم رو کور کردن، خانه کعبه رو خراب کردن. و ابو طاهر قرمطی فرمانده بزرگ اینا که مکه رو به خاک و خون کشیده بود، اومد در کنار باب کعبه که از جا کنده بودن اونجا وایستاد، داد میزد که من رب هستم، من خدا هستم، کجاست خدا، کجاست پروردگار. این تاریخ این رو فراموش نخواهد کرد. شیعیان قرمطی یک بار این کار رو کردن و امام زمان جنایتکار اینها که غیر از اون مهدی است که ما مسلمان ها بهش اعتقاد داریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم به آمدن ایشون بشارت دادن که یقینا خواهد آمد و ما به ایشون، این جزء اعتقادات ماست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. اما این امام زمانی که اینا گفتم در مقابل هر مقدسی در دین اینا یک مقدس جعلی و ساختگی درست میکنن. این امام زمان جنایتکار اینها چیکار میکنه؟ حجر الاسود از اینجا میکنه، مکه رو خراب میکنه، بعد حجر الاسود از اینجا میکنه میبره در کجا نصب میکنه؟ در مسجد کوفه. خب کعبه بدون حجر الاسود چه معنایی داره؟ کعبه رو خراب میکنه، حجر الاسود رو میکنه میبره. یعنی اینا همه مؤشراتی است که به ما اینو میرسونه که اینها اعتقادی به این کعبه و به این قبله ندارن. تا ادامهشو ببینید. ولا یأتین علیه زمان یکون مصلی المهدی، یک زمانی میاد که این مسجد کوفه که حجر الاسود در اونجا نصب میشه مصلی مهدی خواهد بود. ما اهل سنت اعتقاد داریم، عامه مسلمان ها، که امام زمان یا حضرت مهدی رضی الله تعالی عنه وقتی ظهور میکنه در بین رکن و در بین حجر اونجا بیعت میگیره از مردم. در مکه ظهور میکنه، در کعبه، در داخل مسجد الحرام ظهور میکنه. اینها میگن نه، اونجا میاد در مسجد کوفه ظهور میکنه، چون حجر الاسود به اونجا انتقال میدن. و یکون مصلی المهدی و من ولدی و مصلی کل مؤمن ولا يبقى على الارض مؤمن الا كان به او حن قلبه الیه. اینجا این مصلای من و فرزندان من خواهد بود و مؤمنی در روی زمین نخواهد ماند الا اینکه قلبش اشتیاق داره به طرف این مسجد کوفه. فلا تهجروه و تقربوا، این رو ترک نکنید و رها نکنید. تشکر میکنم احمد جان. من برم به صفحه بعدی. در صفحه بعدی چی میگه؟ تقربوا الى الله عز وجل بالصلاه فيه، با نماز خواندن در این مسجد کوفه به الله سبحانه و تعالی نزدیکی بجویید. و ارغبوا الیه فی قضاء حوائجکم، و اگر محتاج شدید قضای حوائج میخواستید به این مسجد متوسل بشید. فلو يعلم الناس ما فيه من البركه لاتوه من اقطار الارض ولو حبوا على السج. میگه که اگر مردم میدونستن که چه برکتی در این مسجد کوفه وجود داره، سینه خیز بر روی برف هم که شده به طرف این مسجد می اومدن. یعنی تشویق کردن مردم برای رفتن به مسجد کوفه که در اینجا حجر الاسود رو نصب میکنه. همین مطلب رو هم ما در کتاب این دایره الخرافات شیعه، کتاب بهارالانوار، در اینجا هم هست، در صفحه 5 باب 28 که در اینجا ما یکون عند ظهور علیه السلام، اینجا روایت ها مفصل در مورد ظهور ایشون اومده. مثلا در صفحه 10 در اینجا این مفصل این روایت رو میاره که مسجد رو خراب میکنه و این رو برمیگردونه به همون حالت اولش که گفتیم که حالت اولش در کوفه است. و در همین روایت بعدی میاد میگه که
یا سیدی فاین تکون دار المهدی، مرکز مهدی کجا خواهد بود و مجتمع المؤمنین، جایی که مؤمنین در اونجا جمع میشن. قال دار ملکه الکوفه و مجلس حکمه جامعها و بیت ماله و مقصد غنایم المسلمین مسجد السحله. ببینید که مرکز امام زمان، خونش، دار حکمش، بیت المالش، همش کجا می باشه؟ مسجد کوفه است و مسجد سحله. اینا همه نشان دهنده این است که اینا مکه رو از رونق میندازن و برمیگردن به مسجد کوفه. جزاک الله خیر احمد جان. و مطالب مهم دیگری که در مورد جنایاتی که این آدمکش قرن و تاریخ میکنه، مثلا این بهارالانوار هست، جلد 51 و 52، این کلا مطالب مهمی در اینجا هست. در صفحه 438 که اینجا هم از ابی عبدالله روایت میکنن که این امام زمان جنایتکار اینا که میاد، حضرت ابوبکر و حضرت عمر رو که جسدهاشون تازه است، اینها رو از قبر بیرون میکنه و اینها رو یحرقهما، اینها رو آتش میکشه و اینها رو و یذریهما فی الریح، اینها رو خاکسترشون رو به باد میده و یکسر المسجد، مسجد رو میاد خراب میکنه، مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم. در روایت بعدی همینجا از امام قائمشون در صفحه 438، من برم به صفحه 438 این کتاب 439، در اینجا میگه که یکسر الحائط الذی علی القبر، قبر رو خراب میکنه و خلاصه جسدها رو از اونجا در میاره، اجساد صحابه رو. و در روایت 204 میگه که یقتل القائم من اهل المدینه حتی ینتهی الى الاجفر و یصیبهم مجاعة شدیده، چنان قتل عام میکنه در اهل مدینه که دیگه تا منطقه اجفر، تا اونجا، و یک خوشسالی شدید، خب همه رو میکشه، از دم تیغ میگذرانه همه رو، که گرسنگی شدیدی هم در بین اهل مدینه رخ میده. این جنایتکار تاریخ امام زمان اینها این کارایی است که میکنه، دشمنیش با اهل مدینه و مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و با کعبه مشرفه. حالا از یک طرف این کارا رو میکنه، از یک طرف من قبلا مفصل در این صحبت کردم که از یک طرف میره کسرا رو زنده میکنه و کسرایی که مجوسی بوده و آتش پرست بوده و خلاصه جنایت های این قاتل آدمکش امام زمانشون. اگر من بخوام در موردش صحبت بکنم روزها وقت میگیره. من کل روایت هایی که در این مورد داشتن در کتاباشون اسکن کردم و دارم در اینجا.